با درود و مهر نثار شما دوستان عزیز. میریم به یکی از روایات موشخوری در کتاب مبارک صحیح بخاری، جلد یکم از دوستان عزیز، با ترجمه فارسی. اینم محتوای کتاب مترجم و در قسمت پایینم مطالب کتاب آمده. میریم به شماره 235 روایت 235 کتاب صحیح بخاری. خب عزیزان دل، کتاب مبارک صحیح بخاری، روایت شماره 235، متن عربی و به طرف متن شیرین پارسی، روایت 235 در جلد اول. از میمونه زن رسول الله بوده. از میمونه روایت است که گفت از رسول الله درباره روغنی که در آن موش افتاده بود سوال شد. آن حضرت فرمود موش و روغن پیرامونش را دور بیاندازید و روغن خیش را بخورید. بعد اینها از نظافت صحبت میکنن، از پاکی صحبت میکنن، از اینکه برای ما اسلام نظافت آورده. وقتی یک موش در روغن میفته، دوستان مسلمان، روغن را دور نیندازید. اگر واقعا به پیامبرتان اعتماد دارید، اون موش را و کمی هم روغن پیرامونش را به این شکل پاک کنین و از روغن بولانی بپزین و نوش جان کنین. نوش جانتان باد.